نه شما سعی کنی با پنجره. نه سعی میکنم چی ببین. ببخشید نه من خیال کردم با پیمه اینجور سعی میکردن ده چیزه مخبخه. نه جو امیر بابا رو خوب بفروشم. با کجا میبایی که بفروشی؟ خوی دیک سیاه حال مردم دیک سیاه با خود دیک برین ببار میکنه. این دیک سیاه چی بکنه سر هم نداره. این خلعین میشه این مجازه بیسکریا میبار خلعین میکن تیار میکنه آخی. چکه؟ با نانه جان افرشه بود. چند لعی؟ خلعین میکنه خلعین. خلعی چیه با؟ این پاک بگیزه تیار میشه میز نمیشه. آها بابا اینه یاری بیش یک نانه. این مرتقه که ایتا مثل که با تادیگ ایتا میکنه. ایتا میکنه. نه میشه خلعین میکنه این تیار میکنه. یاری نانه. شیر مادر شما نانه. بازار نانه جون که با تو کار دارم. من بازار دیگه بازار با تو کار دارم. چی مای؟ مورد همی سر همسایا یک چند لوک خمیر توریش باز تو که ما خمیر کنی. خمیر توروش؟ تو خبر داری که بگیش کار داره. برو بگو با من خمیر توروش بده مثلا کی برو؟ ما همی سر برو برکن بیداش یک چند لوکی خمیر توریشی بیا که خمیر کنیم که مجلس کار تو بخیر نیستی که نانه جو. خوبه. آها همون خمیره که ایتا خوش شده منار میگی؟ نانه جو چشم. مثلا خمیرها که میدوزم زودتری بیایی نانه جو خوب. خوبه چشم. این نانی من گردن بند باشه غیر از سردل داره دیگه هیچ وظیفه نداره. اشتنگیلا خوی بخیری خیلیت جان دور اول خوبه. شکر بفرما. سلامت باشین ماما چای. چیز برو با مادر خوب بگو یک پوری خمیر توروشی به ما بدم. چی؟ خمیر توروش خاطر نون پخته داره ما. خب ببین چای هم بخور. زنده بشی خمیر توروش. اصلا برسه کنم. خمیر توروش. نانه! چی میگی نانه؟ نانه! بابا چی میگی؟ با کدو قسمته؟ با تا سفردین با تو نشون ندادم. تا سفردین خوب. نانه! نانه! میگم نانه اینا خو کمه اینا بیشتر نیه. بعد می بسرام سایو برام. مادر همون 10 خمیر جواب میدم اون 20 دلیل بشم مالی. بابا بده برو. آخه اینا بعد ما رو میشه اینا ببرم. مادر جون خمیر توروش برو من خیروتی بیشتر با کار ندارم اما هم زیاده. من رو نمیشه اینا ببرم. رو تو نمیشه پس هم سفره دینه بسته جمع که بده برین. بس مغزه. بله خیر بین. خدافظ. تشکر. زنده باش. خیر بین. تو سکو 10 دفعه بگفتم به مادر خو کمیر اودیم چقدر ما زحمت از کشیدم سکو میتو که خشک هیچی به قصه می گل نمیشم با سر سرسبزی خوب چیزیه
همین یک هفته و مایه بیشتر هم دیگه با کار نداره. سکو که خوش شده همه گازی بسته خوش شده نگاه کن. از این بعد هر روز میره اودی خوب حیات بی تو که میره با تو اودی. سکو که چه کار باشده یعنی تو باشون سکو که از این بعد یاد گیریه میته. یاره ما دست همی گده هم روز نداریم. همه روز تا بمشم تک 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 تک. چیکار کنیم خودی از اینا؟ کی بود؟ ماله کسی نیه به سراکا که برو. باش کنم دیگه کس نباشه. آگلی جوستن خیلی از بخیر خیلی هستیم فضل خدا دم کنی بعد برای اینکه چای بخوری. نه ما کجا بودی اینجی؟ مادر شما پسره او اینجی اما مادر ما گفتن که برو انا به پیش زن ما دین اومدن اصلا که یک پوری خمیرتوریشی به ما بدن خاطر که ما نون پخته داریم انا واسطه که 3-4 روز بعد دیگه به خیر خوشی عروسی برار من ما این خیلی نون پخته کنیم خمیرتوریش مای او دورون قدیم بود که چیزا پیدا میشد. حالا خودت خبر نداری که مردم از خمیر مایه استفاده میکنه؟ نیه نه یعنی چه آنیه مال راست نه زنکا قدیمی گپانیه. خب بازم با چی سکن؟ مادر شما زن کجایه؟ خب زن قدیمه دیگه باز حال زنکا حالی که میبینی از اینا استفاده میکنن دیگه. خمیرتوریش که اینا استفاده میکنن؟ نه عروسا از اینا استفاده میکنن. خاطر میگم ما چون خمیرتوریش به هفته و بابات میکنم چه کار میشه فلان میشه. چی داری؟ کاسی داری؟ چی داری؟ چی؟ کاسی داری چی داری که برم سعی کنم اگه بود اگه تو بستونم. کاسه کی؟ و تا کاسه با تو بستونم اگه بود چی داری؟ حالا خود خوب پلاستیک داری؟ لیلونیه. کیاره بعد برم سعی کنم اگه بود اگه مادر خود میپرسم اگه بود اگه تو کم استون. او خمیرتوریش بگیم. خاطر بابا عروسی خوش با عروسی شما قوما خو با عروسی برام ما با شما خبر میکنه. و چای نمیخوری؟ نه. برین زودی بیاین. میرون به این مردم برات چی میگردن؟ برات خمیرتوریش حال خمیرتوریش پیدا میشه بعضی وقت. نانه نانه بله نانه جان. همین گیلک بچه ما رمضان برات خمیرتوریش آماده خمیرتوریش دارین؟ کی بیامده برای خمیرتوریش؟ همین گیلک بچه ما رمضان. او نانه جو داریم. یا کمی برای همین بدین کمی برای کار بچه لانه میام. همین زنکا سکو از 50 سال پیش همین کاری که داره همون کار یاد اینا نرفته. تو نگاه کن حالا کی رسم رسمی گپاه بازم آنی خیر بینیم. تشکر باشه. آنی می کلون بگن خوب تاگ ببر که کار نبچل. خیر بینیم. تشکر. بیا که بریم چای بخوریم. نه نمام دیگه زنده باشیم. خدا حافظ تا اختیار خوب میبدونه نداریم. حالا وقت از این گپانیه. ها پول نیه قدم بخره. راست میگی. پول نیه. خاطر گردن همه بند باشه 7 ماه بشه اگه چی شیده باشیم که انگور و الو چی مزه میده. پول نیه ولی. بیار ما مادر ما یاد دارم سال من 12 ماه بگم که تو که تنه شدی ما چه کار شو برای گریه حکم منو به خالق دل من چک چک میکنه خون تو به من اینجا من نزبات مایوی به گریه میکنه تا من قیامت مگه ما بشین و میگن کتشی کی کتشون کتا شدم دیگه اینجا میان سبزها با این همه ناز و ادا دلم میخواست برقصم همینجا چیکاره که گیله؟
من دیگه شیشه خود خوندن میکنی نیه اشتو نیه من صدا تو نشیدم میگم تو خبر تاثیر طبقچه و مشاغل ها یک سه چهار خرزان رو بیارک بده طبقچه با مشاگل ها تحرم سعی میکنی چی تو خیلی سعی میکنی به ازون بری چی مایی؟ برای مجلس ماییم برای چی ماییم که آشپز به زدگاتش ها از اون کنداز زردالی و از اون تاکا وردا بیارک بخی میگم بگو او روز برفتم پیش ماما شاگل خب گفتم ماما شاگل مادر میگم مهمون آمده با ما یک من بانجون بدیم گفت اگر با اینجا ما به سر ما چون تجارت شیشتیم یا اینجا سردخونیه که شما هر دم میاین برات بانجون میاین و برات چی برو که کجا برات کار خب برو با او با ما برو سه چهار خر زوم میده پول دادم مفته کنه استون میزو که مفته استونده باشم خب بخریدیم پچگار کردم راست میگم اینجا یخچال کنه که صدخانه داشته شما شما بانیون تولید کن کاکا مرد که شوره کسی 4000 روپیه 5000 شوره میخره با شما بانیون مفته بده خب سرزمین زمان قدیم وقتی که مر مادر به دنیا هنو خدا نداده بیدن اشتا او زمان قدیم که شطورا خورما میری نه گردن او وقت مشکل بود میگو راست میگی خوده خوب خیالی میبینی او زمان شوره کسی 200 دیپ بیده حالا 4000 روپیه 5000 روپیه یکی شوره شوره رو خوبه گردم بخی چند خر 4 خر بردا بیار بخی خوب خرا کته بسته کن خاطر من گفتم خرا کته باید بده وای 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 ای که بام دیونه بزی جرری وای 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 خدا جون من خودش دیونه هم گردن کرده ای خدا لالا خر به خبره آه خب برو دیگه چیز تر مسایی میکنی